بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نوع دوستی تمرکز شده است. ماه و ستاره من، راه دوباره من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره من. سرزمین من مثل چشم انتظار، مثل دشت پرغبار، مثل قلب داغدار سرزمین من. در این گوشه ای از این شهر، در کناری از جاده، با جسم معیوبش شکرگزاری از خداوند منان را با نیایش در درگاهش انجام می دهد. نیایشی که یاد آن ذات مهربان، عاری از برکت و حکمت نیست. کاکا خوب هستین؟ اجازه است؟ نماز خواندین؟ دعا کردی؟ ما را هم دعا کردی یا نه؟ چطور از کار و بار زندگی؟ کار خودم و وقت آمد مطالعه دولت بیخی نیست ها؟ خب پایا که تا کجا از دادی؟ پایا در خانه ما راکت خورد زمان گلبدین و مسعود که جنگ میکنی در جنگ های داخلی؟ چند تا تفلک هایت هست؟ مال خدا 6 تا 4 تا دختر زیتا بچه هست. بچه که کایت خورده است کلان هست؟ بچه 12 خونده یکی شکشکار داره بود 12 خلاص بیکار بود سالت نامه شده 2 سال بعد میده. امروز چند کار کرده باشیم؟ امروز با خرطش 40 روپا کن توی در کل روز؟ 20 روپا هم خوردیم 10 روپا دادیم با یک نان میگیریم 10 روپا هم داریم چسب میده یک. حال روز و روزگار چطور از این وقتی که دولت تغییر کرده در مجموع؟ روزگار خودم وقتم پیشترم برای دولت مطلب شده کار ما مردم خلاص نبود. این خود خیلی دو باز خود روز یک کار میشه. ساعت به ساعت کار میشه. اینجا مکتب به حساب چیز خاتم نبین بنتون خاتم نبین یا برافت اومد چیزی دیگه الوارم نمیمانه خیلی دختران ما درس میخوان. امروز دیگه به پایان رسیده. زندگی همه تو باید پیش بره که ما و شما داریم. نه زندگی به این رقم نیست. فقط حقوق ما هم است که یک 5 تا نان پیدا کنیم یا دیگه حق هم داریم ما شما در این وطن. حق خوشی، حق زندگی آرام، حق برای ما شما دیگه او بپان معیار نمیشه که خوشی میشه بله جنگ هست کار میشه حال آرامی شده و مردم بیادر پیسه نان ندارن. از خدا چی میخوایی؟ ولی از خدا نمیخوایم که نمیته یک آرامی باشه مردم مگه بر مردم کاربار باشه. بله مردم از جنگ و مرمی منتاری میبرد و حال از گشنگی بمارد بسیار بخوره مردم کلاشترش یک ماه دیگه بله بعد از یک ماه دیگه مرد آره 2 ماه سوسته شده یک ماه دیگه بعض مردم هایی که دولت کار میکردن اونها 2 ماه 3 ماه ماش مرخ نگه اون نخواد. کسایی هست که شاید مال خانه خودم مفروشنی؟ مفروشه میکنم ما خوشه کنم او رو ندارم حالا گفتن مردم چیزی نشد مفروشیم بخوریم تو چیزی داریم که جوری کنه رو کس نمیخرم. بلکل کلش اگه ببری 500 هم نخواد کسی بگیره.
بیا توکل ما و شما به خدا دیگه، پروردگار خودش رحمان رحیم است. انشالله که همه چیز خوب میشه. بیشک خداوند رحم خدا کنه سر ما و شما. نمیجه خواهر ما گیتی روشندل از لندن 8000 روان کرده بود. 2000 شه کاکای دیگر را دادیم، 2000 شه خودت میتیم. امید است که یک چند روز که دازی بتانی یک مایده و چایده که در خانه کار است امور بگیری. توکل ما و شما با پروردگار. زنده باشید. خداوند شما رو خیر نصیب کنه. با عزت. با هر ما رو مقصد داره. ما رو باید سرد خداوند برای خیر. این پیرمرد با سرمایه ناچیزش در میان این جاده با فروش این میوه و دریافت مفاد اندک این گونه خسته است. کاکا خوب هستی؟ چند درجنه؟ 40 روپه پیرزن. 40 روپه؟ چند درجن مونده؟ هست ورمی یک دو سه چهار. خوبایش فروختی دیگه، خرابایش مونده. این خراب نیست. یک اونو درجن خوبه، یکی اینی یک یامو. خدا میامر کنم. حال دیگه کراچی ها رو میبینم پر است، از تو چرا خالی؟ والا واقعیت برات بگویم. همین روز است فایده نکردیم. یک کیلو متین روز مونده. چی میگه؟ والا هیچ فایده نیست. 140 روپه مونده کردیم کیلو دین روز مونده. شتنک میدونیم بازار چیزی کریمون شود. باز کس نمیخره فایده شم. این فایده یکی دین روز خلاص میشه دیگه منداختی. باز یک چیز میشه. لال خوردن از 2 روز مصرف خوردن میفتید هیچ چیزی نمیشه. خانه کجاست؟ خانه شمالی. شو کجا میباشی؟ شو کیله مانده بود یک سرای خو کرده این باور کن که شو تاسو حدیث پشه خو کرده باشه. گفتیم کرای موتر بتیم بریم ده این پیسی ازم در کرای موتر کنیم. والا خانوادهش از او دور است و برای یافتن نفقه به آنها این گونه باید برنجند. یک روز روزاری میکنیم اگام شاید مال میمونه او را جور په خیر ساتم خدا. خصوص را میکنیم ما را دوسترهایی میمونه. چی میگی؟ بخ خدای نه طفلای من فامیل نیدیم شنبرا چی وقت میاد چی وقت میاد فامیل. پیرمرد هم در این گوشه منتظر رسیدن یک شب تاریک و دریافت روزی تعیین شده خودش با جسم خسته و ناتوانش است. پایکای چرا لچسبه دار؟ این بوتکای خدیجه من. خب زیر پای چند تا اولاد داری؟ 6 تا. کاریگر کی است؟ خیلی خدا. در این شوا چطور است روزگار؟ این داشتیم یک چند تا پیدا شد. نه. حال مردم چند کمک کردید؟ دهی چی از دهی خلطه؟ نان. چند تا نان است؟ نشان بده. 2 تا. حال تا شام همینجا هستی دیگه؟ نزی روز حال ما رو صبح اینجا شستیم تاله. صبح سعی که تاله. از تیر میشه کدام دوست خدا بیاد کدام بیستی دهی بتگرات. نه. فقر در این جامعه همه را بیداد می کند و هزاران تن را در گلیم غم می نشانند. گفتی یگان شو تفلکا گوش نخو میشن؟ کنه پیدا نشد که جامعه کنیم دوست خونه ایستیم که راه را میگیریم. تمانچه داریم. برای شو در راه روان بودم یک دوست کرولا را گرفت. از یک آدم. تمانچه را کشید اینجاش ماند کرولایش گرفت. دمی دوره امارت اسلامی؟ موشد پره شد. رام روان پای پیاده. باز شواز پای پیاده میره. تا خانه؟ پیسه نباشه بود نبیم.
این حالی کمک بریم چیشت میرم مرا اینجا گفتی 6 نفر از در خانه؟ بچه کلان چقدر؟ نیست کلان چوچه کنه کلان میگو دیگه ما چی میکردم اینجا از مجبوری کار کس ندارم سرما ندارم که کار رو بار کنم یک کیله بفروشم یک چیزک بفروشم کار سرما ندارم بگیله خدا اینجا من یک 5 تانان پیسش پیدا کردم نکردم گشنگی توشنگی سر ماتی بود تو شاو شده که نانم نخورده پیسه نبوده که از کجا کنم نباشه این خدا اینو جامعه میگردیم 100 که میگردیم از ما نردو بردیم درد میکنه خیلی دوا کردیم جور نشد من اینجا میشم اینجا میشم اونه وزر اگه شد میشه نشد میرم این دخترکا مسکنه و استادا میشم کسی جراب میو کسی مسواک میو کسی داد میدیم بیا توکل ما و شما به خدا. من 2000 افغانی از طرف گیتی روشندل خواهر ما برات میتم ایره بگی برو بخیر طرف خانه که امروز یک کم وقتر بری سعیست یک دعا میکنیم برش خداوند پاک کسی کمک میکنه خیر نصیبش کنه الهی جوان با انرژی ولی بی سرنوشت و افسرده در میان این جاده ها همه روزه برای خودش با جمع‌آوری این قلی های زباله تلاش برای بقا می کند. حالی بوتلکا را جمع میکنی با چی میکنی؟ سودا میکنم برای خود نان پیدا میکنم. ما یک آدم هستم بچه‌اش که زین پوشید مزیدس ماندار یتیم موندم یعنی میت زندگی ما این رقمی است بابا. چند ساله بودی که پدر و مادر از دست دادی؟ من مادرم از زمان از دنیا رفته بود ما به خیر رضا بودم مشتاق بودم. مگم پدرم فهمیدم اون سال مریض شده بود در شفاخانه نشونه آوردم. مسابقه مغزی کرده بود پدر از دنیا. خوراکایت نیست بیادرای دیگه نیست. از ما خور نمانده بود فضا خدا 4 دونه بیادر بودیم 3 دونه از زندار شد. قیامت مان شد 2 دونه اولید بامیان داره یک دونه در اینجا داره. دیگه ما باجی نتونستیم. وقتی ما این زندگی گفتی قبلا موچیگری میکردی؟ موچیگری هم کردیم ما در زیر پلاوی اونجا موچیگری میکردیم یک جای بودم از این مردم خستان ما پسند اون شیشه بودم مردم ها میامد بله میکرد ما کسی چیز گفتن نمیتونستم اونجا نشانیش ما یک دونه تختم جور کرده بودم فهمیدی؟ خب ببینید مردم ها ببینید کلش مرا میشناسن خب حال موچیگری تا جمع کردی؟ وقت جمع کردم ما این باور بستر بوتل جمع کردم دمی روزتا میچلانی؟ اوه نمی روز خودم میچلانی گاهی نان خوش میخوری گاهی مثلا تر خوش با شو در کجا گفتی خو میشی؟ در بیرون هستی؟ شو در بیرون هستیم پول کانتینر رو اونجا باز که شو آمده اونجا یک جای از مردم ها مسافر رو شو زد خو میشه میشه اول که طالب آمد مرا گفت ما گفتم بچه‌ش ما جای نداریم اینجا جای ماست گفتم پیش از تو فهمید پلیس بود به خدمه آن دیوار بود صحیح سمیده باش بیادرات نگاهت نمیکنه باشه از ما قد بیادر مادر فهمید حساب ما قد است خو این 10,000 پا کس روان کرده بود به نام نثار احمد صالحی خو از این جمله ما 2000 شتور میتم ما سپاسگزاریم از خانم گیتی روشندل
که از لندن مبلغ 8000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که این مبلغ را برای 4 نیازمند در نقاط گوناگون این شهر به هر کدام مبلغ 2000 افغانی را نقداً اهدا نمودیم. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.